از موردین و متشکر هستیم. آقای استاندار یک اخبار خیلی خوب دادن. ما اون 2 سال دیگه رو فکر می‌کنم که 1 سال نیم بلکه زودتر انشالله دست مریض خب نمایندگان بفرمایید. حالا بقیه بزنن دیگه سمت داشته باشن. و مردم عزیزمون مطمئن باشن که دولت و همه دستگاه ها، همه قوا، همه کارآفرینان، همه سرمایه گذاران دغدغه این کشور رو دارن، دلشون برای آبادی و آبادانی این کشور میتپه و از هر چیزی تلاشی فروگذار نیستن. و شروع مراسم با توجه به بخش زنده و حضور مهمانان تردیدی نداشته باشید. سپاسگزارم.